گایز به یه ولاگ دیگه با من خوش اومدین. بذار از بیرون ببینیم گلاشو. ببین کیک های خیلی خیلی کوچولوش اینه. خیلی کیک داشت چند روز پیش. این تنها آیتم کوچولوشه. ببین چقدر کوچولو، خیلی کوچولو دیگه نیست. ولی از این کوچولوتر فکر کنم مامانم اینا رو میگه، نه؟ ولی اینا کیک حساب نمیشه که. تصمیم شد که اینو ببریم. هم کوچولوه هم خیلی نازه. امروز تولد مامانه. من و داداشم و مامانم قراره یک تولد کوچولو توی کافه بگیریم براش. خودش هم از همه چی خبر داره. الان اومدیم یه دونه تارت کوچولو من برداشتم چون کیکاشون خیلی بزرگ بود. من اومدم شم بردارم. شم تک برداریم و همه‌شون آبیه. فکر کنم بنفش خوب میشه. خلافی پیش اومده من و داداشم که میگه خلاف اساتید میگه این، من میگم این یک کلام. اوکی. خب بریم گل بگیریم. تولد و لانزو قراره بگیری. مامانم هم بالاست. این کجا بود؟ اونجا لطفا. مرسی. اینم از شامه. تولدو گرفتیم، شاممونم خوردیم. این برای شب آخر شب زیر پتو بخورم. قراره دعوا کنیم. الان اومدیم سولا مارکت مجدداً، اما این دفعه با مامان چون قراره خرید بکنه. طبق معمول مامانا میخوان خرید کنن تحت هر شرایطی. و نیاز دارم یه مو میخوام بادام تلخ بردارم و روغن نارگیل. روغن برداریم. یه
آشپزخونه به دستمال نیاز دارم. خیلی نخی تره. مادرم ازش یه دونه برداشت. دلم اینشو میخواد یا این شکر قهوه‌ای یه جایگزین مناسب برای شکر سفیده. سبزیجات هم برداری. این تمیزتره. بگیری لحظه این پشتی تمیزه میذارم خوبش. مامانا توی خرید. نه نگاه کن. این خوبه. اینا رو زدی من تا الان شیر فندق نخوردم، شیر بادام خوردم و اصلا از طعمش خوشم نیومد. الان یه دونه فندق کوچولو برداشتم، میخوام تستش بکنم. اگه خوشمزه بود بزرگ بردارم. قابل تحمل‌تر از شیر بادامه. شیر بادام خیلی تلخه، اما این تهش تلخ نیست. اوکی. اما پیزا انصاف کنیم. اینو دبل بزن. خب دو تا بعدش. سلام، خوش اومدی. سلام یه نازت کنم. نمیذاره نازش کنم. بازت نگیرم آره خیابون. خریدامونم کردیم دیگه، کم کم باید جمع کنیم بریم خونه. امروز جمعه است، گفتم چه کنم چه نکنم. خط شد به سینما، قراره بریم سینما فیلم ببینیم. بلیط‌ها بگیریم. حالا اینجا زمین کارش میکنیم، اینجا حالا برعکسش میکنیم، یه تا اینجا یه تا این. ما فیلم ناتور دشت رو دیدیم. خیلی فیلم باحالی بود. سکانس‌های برداشتیش خیلی سکانس‌های قشنگی بودن، من دوستشون داشتم و تا آخر فیلم تو رو کنجکاوی نگه می‌داشت و اینطوری بود که فیلم مسخره‌ای نبود اصلا. هم موتور داره رد میشه و بهتون پیشنهاد میکنم که اگر دنبال یه فیلم خوش داستان هستیم، پایان غم انگیز یکم هست، یعنی یکم اوکیه، در اون مورد کار ندارم، اما فیلمیه که یک داستان درست حسابی داره و بهتون پیشنهاد میکنم که ببینینش. صبحونه خوردم نه نهار و انتخابم این بود که کبابی با نون داغ بخورم و سفارش اصلی من پاچین طبق معمول.
فروشگاه اکثر یک حجره داره از این چیزای دستساز و اینا. ببینیم که چی داره. اینجا قشنگ بود که روحم تازه شد. دیدین آشپزخونه رو به بوتیک تبدیل کرده بودن و من مردم قشنگ واسه اون دیزاین. باشگاه اومدم، تمرینم کردم و الان فوق‌العاده‌ام، عالیم. بزنیم بریم یک صبحونه مشتی بخوریم. صبحونه بعد باشگاه، اون مال قبل باشگاه بود.
سلام سلام، صبحتون بخیر. صبحونم اومد. متشکرم. صبحونه رو زدیم، دارم برمیگردم خونه. همطور که دیدین افتتاحیه رو رفتیم. توی اون پک یک ساندویچ خیلی لذیذی بود و از معاشرت کردن با آدمای جدید لذت بردم و الان امروزمون تموم شد. بریم شهر کربا لوازم آرایشی اورجینال بخریم. ریمل نیاز دارم و شهر کربا چون که تهلنجیه محصولاتش کاملا اورجیناله. من خریدامو کردم، برگشتم خونه. الان میخوام نشونتون بدم که چی خریدم. اینم پیشکولینه که میخوام توی همه چیز دخالت کنه. مامان گاز نگیر. این وسایل رو باید از بچه من قایم کنیم کاملا. اسپری داو، شامپو، ریمل، خط چشم و یه دونه خط لب قهوه‌ای، یه دونه کرم پا، یه پک 6 تایی دستمال مرطوب و یه دونه ماسک دور چشم و تیغ برای شیپ. ناخونا رو ترمیم کنیم با این وضعیت داغونشون. خب ناخونام هم ترمیم شد، خیلی ساده و نود و الان کاملا احساس تمیزی میکنم قشنگ. ناخونام هم که دیدین الان دارم میرم موتوری گرامی رد بشه. الان دارم میرم یه کافه جدید افتتاح شده که همه ازش تعریف میکنن و طوری که من دیدم خیلی دیزاینش نازه. برم یکم اونجا بشینم کارامو انجام بدم.
غذای گرم سفارش بدیم. خیلی آیتم کنار نوشیدنی برگشتیم خونه. کم کم دیگه پاییز داره شروع میشه و ولاگای دیگه هم قراره از این به بعد پاییزی باشه. تا یه ولاگ دیگه با من مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.